باغ و تاک‌پروری یکی از ساحه‌های اساسی ساکنان نوحه شهر نو محسوب می‌یابد. این امکانات فراهم می‌آورد که تامینات اهالی با میوه تر و تازه بهتر گردیده امکانات صادر نمودن محصولات زیاد شود. در حدود نوحه شهر نو یک چند دهه‌های اهالی‌نشین که شغل اساسیشان باغ و تاک‌پروری میباشد جایگیر است. از طرف باغ‌پروران این منطقه چندین خوجگی دهقانی تاک‌پروری تشکیل کرده است که صدها نفر در موسم غنچین حاصل صاحب جای کار می‌گردند. زمین من همین اویلام کته بچه‌ها کته کار کرده است. زندگی ما همین انگور ما فروخته زندگی پیش برده استیم. ما کوشش میکنیم که همین بازارهای شهر میوه‌های ارزان تامین کنیم. نوع سیب، شفتالو، گلدن دلیشیس، دیگر نمودهای سیمرین که همین شناندگی من امسال حاصل نقص گرفتیم. همین چنده همش ذخیره کرده ماندیم. همین شهر به برده همین یخل روزا همین برده همین سیبای فروخت دادیم. همین مقصد ما همین مردم همین ارزان همین دسترس همین سیبای نرخ ارزان خاطر فروخت دادیم. همین گرفته خلق هم خرسند شود. با دیگر من یک هکتار زمین داریم و زمین به پامیدوار بادرنگ دیگر زراعت ها کش کرده و همین اگر نقص کار کنیم بیمارال همین 4 مرتبه از یک زمین حاصل گرفتیم. خوجگی‌های دهقانی نوحه شهر نو در برابر تجربه زیادی باغداری و سبزوارکاری پرورش پخته را نیز به راه ماندند. تا امروز در میدان پخته‌زار نوحه 7 مرتبه کارکرد اگرتکنیکی بین قطاره‌ها را گذراندند. 5 مرتبه به نیال‌های پخته داروهای مینرالی و ضد حشرات پوشیدند. اهل زحمت خوجگی‌ها در پرورش پخته تجربه بیش از 50 ساله داشته همه ساله حاصل دلخواه به دست می‌آورند. 3 هکتار بکشت کار با پخته کردیم. پخته سورت دوستی حاصلناکی این سال نقص دارشو دادیم، محصولشو دادیم. خدایا شکر من یکم حاصل 18-20% پشتی برده سپردیم دولت با 15-20 نفر همجا کار میکند اینجا پخته میچیند. خدایا شکر نگاه میکنیم حاصلش نصیب باشد حرکت میگه 35-40% با نصیب باشد حاصل ما نقص شده. کی مهنت کند راحتش میبیند، کی زمین خالی ماند وای کارگر نیست وای مهنت میکنیم. خدایا شکر یگان متر زمین ما خالی نیست. مرحمت مهنت میکنیم 20-30 نفر 40 نفر خلق همچنین نام میخورد زندگیشو میبیند. بادرنگ میکنیم خوجای شال داریم خدا شکر همین استفاده برسدیم زمینه. این حال در همه خوجگی‌های خرد و بزرگ نوحه شهر نو جمع‌آوری طلای سفید متشکلانه جریان دارد. باید گفت که خوجگی‌های دهقانی نوحه شهر نو امسال در زمین‌ها کشت دیگر زراعت‌ها را نیز گذرانده حاصل دلخواه راندند.